هوشمندیش، از سخاوتش، از همان دل مهر او را بر دل نهادم و عشق او آتشی بر دلم زد. شب و روز در شوق دیدارش گریستم تا اینکه روزی زنی شیرین سخن از سراپرده زال خبر آورد که او نیز یک دل نه صد دل عاشق من است و خیال مرا دورادور در اندیشه خود دارد. مادر، نمیدانی که چگونه در شوق دیدارش شدم تا اینکه با کمک ملازمان و ندیمگان او را به کاخ خود فراخواندم. چه؟ او را پنهانی به کاخ آورده ای؟ با چه جرأتی؟ مگر تو نمیدانی که تو دختر ضحاک هستی؟ آخر مگر تو نمیدانی که او پسر سام نریمان است؟ مگر تو نمیدانی که اگر مهراب پدرت از این دیدار پنهانی آگاهی یابد خونت را بر زمین میریزد؟ چه کسی تو را در این امر خطیر یاری کرده؟ چه کسی یاورت بوده است؟ همان کنیز بینوا که بر زمین کشاندیش و حبسش کردی. مادر، او از برای من همه این خطرها را به جان خریده. او را رها سازی تا به نزد زال برگردد. مادر، این را بدان که من بدون زال یک لحظه هم زنده نخواهم بود و این جهان، این کاخ را به یک تار موی او نخواهم داد. مادر، نمیدانی چجوری بی‌تاب دیدارش است. حال چه می شود اگر سام بداند؟ اگر منوچهر شاه بفهمد؟ اگر پدرت مهراب؟ مادر، نگران نباش. دستان برای پدرش نامه نوشته و سام را از دلدادگی ما با خبر ساخته است و در پاسخ آن نیز مژدگانی آن را نیز سپس از طریق این کنیزک برای ما فرستاده بود. من نیز میخواستم به همراه این انگشتری و سربند جواب را برای او بفرستم. دختر زیبایی من، دستان پسر سام نریمان است. دستان پسر سام نریمان از پهلوانان بزرگ ایران زمین است. من هم شنیدم که زال بسیار خردمند و جنگاور است. من هم شنیدم که او بسیار خوش سیما و خوش چهره است. راستش را بخواهی من هم او را پسندیدم، اما تنها یک عیب دارد، آن هم سپیدی موی اوست که چندان اهمیتی ندارد. اما به انتخابت آفرین میگویم. اما رودابه من، زیبا روی من، اگر منوچهر شاه بفهمد، اگر از این خبر آگاهی یابد، با سپاهش به کابل میتازد و این